تاریکی های زندگیتونو، یخبندان های زندگیتونو تاپ بیارید. آقا تو باید 6 ماه حالت بد باشه، این 6 ماه رو پاس بدار. بعدش که از در میآید تاریکی میبینی وای خدا چه عظمتی به تو داده بوده. ببین آتیش عقل داره، این بومیای استرالیا میگن خرد داره. با آتیش تاریکی رو پاس میداشتن، کاری که ما تو شب یلدا میکنیم. از تاریکی فرار نمی کنیم. اینکه تو سرما تو تاریکی فرار نکنی خیلی مهمه. آقا من ازتون خواهش میکنم، هر کسی زندگیش یخبندون داره بچه‌ها، یخبندونای زندگیتون رو تاپ بیارید. به زودی بهار از راه میرسه. پیگیری. چند شب پیش ما یه فیلمی داشتیم می‌دیدیم، به شما بگم اسمش از لبه فردا، تام کروز بازی کرده. این میمیره دوباره زنده میشه هی. بعد باید تو این مردن و زنده شدنات سناریو رو عوض کنه. یعنی الان اومده با این صحبت کرد این کشتتش، حالا باید یه جوری صحبت کنی نکشتش. نزدیک به 200-300 بار میمیره و زنده میشه تا سناریو رو عوض میکنه، فرانسه رو نجات میده. کارگردان ببین چه جوری رفته تو عمق روان تو، دست گذاشته رو همون قسمت روان بشر که وقتی نتیجه درست نمیبینه رها میکنه. گرگا رو دیدی گله‌ای با هم زندگی میکنن، اینا یهو میبینی 3 روز تو برف و بوران دارن حرکت میکنن و هیچ شکاری هم پیدا نکردن، باز حرکت میکنن. یکی از دلایلی که امریکا خیلی رشد کرد به خاطر تفکرات کریستوف کلمب بود. کریستوف کلمب آدم خیلی پیگیری بود، میگن نزدیک به 18 ماه تو اقیانوس دنبال قاره امریکا میگشته، پیداش نمیکرده. هر روز میومده رو عرشه کشتی چی میگفته؟ کشتی در حال حرکت. اصلا خیلی موقع ها آقا زندگی تو نتیجه‌ای نباید داشته باشه، تو باید حرکت داشته باشی. همین، هر چقدر پاداش ها دیرتر، نتایج بزرگتر. بچه آدمیزاد 8-9-20 ماهه اگر زایمان نمی کنی چیز بزرگی میخواد به وجود بیاد. ادامه بده، بچه رو سخت نکن، سختش میکنی. اون معنویتی که قراره با اون حال بده بیاد بیرون رو تو سختش میکنی. ما تو فشار که میریم هممون سخت میکنیم بچه رو. وگرنه الان دنیا پر از آدمای بزرگ بود. آدم موفق زیاد داریم، ما آدم بزرگ ما کم داریم. اون ته روان بشر، اون عقده مادریه که دوست داره برگرده تو بغل مادره بخوابه، هنوز یه تیکش زنده است، تو نمیبینیش. نمود بیرونیش چیه؟ اینکه تو به یه مشکلی برخورد میکنی، خداحافظی میکنی، میره. ببین همه چی نتیجه میده. اینه که تو بدونی آقا کارهایی که داری میکنی توی این دنیا یه جا 100% بهت نتیجه میده.